شده؟ نمیدونم، فقط خالی کنی سری. برو پایین، برو پایین، برو. من و خانمم که از اینجا اسباب کشی کردیم رفتیم توی خونه‌ای که باحال اینجا. از که شما آوردیم بالاخره. ببین سر راه از سوپرمارکت‌های باز بود یه چیز برای صبحونه بگی، هیچی نداریم تو خونه. قربونت برم. جانم. چی شدی تو؟ والا ما نمیدونیم چی شد. یه مرتبه دیدیم از بالا صدای داد و جیغ اومد. رهنه جون، اون آپارتمان تو در همسایه و محل تابلوه بابک جون. والا یکی دو نفر نبودن رفت آمد میکردن خونه این خانم. اینو بپوش بریم کلانتری. نمیتونم، اذیت میشم واقعا. خب من چی کار کنم دیگه؟ من یه رو باید پیداش کنم. شما صاحب این ماشین هیچ وقت اینجا دیدی؟ یک کلمه نمیگه اونجا چی؟ تو چرا همچی میکنی امشب؟ داری انتقام میگیری ازش. خودم میدونم دارم چی کار میکنم.